سلام، خوبین؟ من انیسم. امروز قرار با هم این کشف‌آمد نون سالم و کم روغن رو درست کنیم. بریم که با هم داشته باشیم. مواد لازم: 1 کیلو بادمجونه که من پوست کندم گذاشتم، نمک زدم، مغز گردوی خرد شده، نعنا خشک، فلفل، زردچوبه و پوره سیب زمینی، یه دونه پیاز متوسط و چند حبه سیر و روغن زیتون. خب توضیح بدم بچه‌ها، شاید کسی که اولین بار این ویدیوهای منو میبینن شاید بپرسین که انیس چرا داره توی سالن یا مثلا توی پذیرایی فیلم میگیره. برای این آشپزخونه من خیلی کوچیکه، ولی من امروز یه غذای انتخاب کردم که با هم بریم توی آشپزخونه. شاید این داستان ذهنی من که از اینکه آشپزخونه‌ام کوچیکه نمیشه توش فیلم بگیرم من برام حل شه. قرار بادمجونا بره تو فر. پس من بادمجونا رو میچینم کف ظرف. روغن اینا هم نریختم، ولی دقت کنین که ظرفتون تفلون باشه. گرفتم زیاد درست کنم چون که بعد که تموم شد با دوستان کشف بادمجون بزنیم. خب این از این. و من نمک زده بودم قبلا برای اینکه پوستشون کنده. ببینید یه قاشق پر روغن زیتون. خب آها، کشف بادمجون، من عاشق کشف بادمجونم بچه‌ها. خب بعد از اون موقع تصمیم گرفتم غذای مثلا سالم بخورم، کم روغن بخورم و اینا، و همیشه به این فکر می‌کردم که چجوری بادمجون سرخ کنم که چیز بشه. یکم دیگه من یک قاشق و نصف از لسان کمتر روغن می‌ریزم که چجوری بادمجون سرخ کنم که پر روغن نباشه. بعد همه فکر می‌کردم که آره اگه من هواپز داشته باشم میتونم و اینا. دیگه به خودم اومدم که آقا تو هواپز نداری، پس سعی کن یه راهی رو یاد بگیری که بتونی اینو درست کنی. حتما که نباید همیشه امکاناتت کامل باشه. این نه از بادمجونمون میریم بذاریم بادمجونا این شکلی میره توی فر به مدت نیم ساعت. الان یه نیم ساعت 40 دقیقه زمان دارم. میتونم با پیازمو خرد کنم که خلالی میکنم برای پیاز داغ، و سیرمو خرد کنم که میتونه سیر رو رنده کنه، ولی من سیر رو خرد میکنم چون میخوام از چیزام استفاده کنم، از پودر سیر. و دیگه همین. یا عالمه حرف آماده کرده بودم امروز باهاتون بزنم، ولی الان یادم رفته. فکر کنم بعد اینکه قهوه بخورم یادم میاد. بعد و سبز شه تا من بزنم. قهوه‌ام آماده شد با دو تا دونه خرما. اومدم یکم باتون حرف بزنم. البته حرف خاصی نیست، خواستم بیوگرافی از خودم بدم و شغل اصلی ناخونکاره. من یعنی ناخونکاره؟ نه، من کار ناخون انجام میدم. شغل اصلیمه، یعنی که درآمد اصلی من از کار ناخونه. بعد دیگه روزی که تصمیم گرفتم که کانال یوتیوب بزنم اینجوری بودش که دوست داشتم یه محتوایی بسازم که بتونم مثلا یه ذره مثبت باشه، یعنی اینکه یه چیزی به مخاطبم اضافه کنم، چون این حس مفید بودن بهم دست بده. آره. بعد دیگه قهوه‌ام هنوز داغه و دیگه چون یکی از چیزایی که فکر کرده بودم راجع به ویدیو یوتیوب این که مثلا طراحی ناخن یاد بدم، نمیدونم برای کسایی که اول کارشونه یه سری آموزش‌های اینطوری بذارم، لابلای مثلا آشپزی. بعد دیگه برای همین گفتم بیام بگم که من شغل اصلیم یعنی کار ناخن انجام میدم. بعد دیگه معمونم قهره نمیاد. معو خانم غذا میخوره. خیلی برام مهمه که خودم باشم، یعنی یه آدم واقعی ببینین تا مثلا کسی که داره تلاش میکنه برای یوتیوب ویدیو بگیره. چون خودم اعتقاد دارم این آدما بهتر به دل میشینن. ان شاءالله که بتونیم کنار هم به کمک هم دیگه کلی کارهای مثبت خوب بکنیم. خب بچه‌ها، من پیازو خرد کردم، سیر خرد شدم از قبل داشتم. خب الان تقریبا نیم ساعت گذشته از فعل. حالا شعله بالاشو من روشن کنم که روی بادمجونا هم سرخ شه. گذاشتم یه قاشق کمترم روغن ریختم. الان پیازا رو میریزم. خب حالا من بگم یکی از چیزایی که میتونه توی غذاهای کم روغن و کم چرب کمک کنه که مثلا مواد بپزه و نسوزه، مخصوصا پیاز وقتی داره سرخ میشه بهش آب اضافه کنیم. آبش خوب میشه و میپزه و نمیسوزه و در کنارش سرخ هم میشه. اگه میبینین اسمی از نمک نبردم چون که معمولا کشکا نمکشون زیاده،
من همیشه برای کشف بادمجون میذارم آخر سر بهش نمک میزنم، تست میکنم اگه نمک کم داشت میزنم، چون واقعا اینجوری پیش اومده که غذام شور شده. سلام ماو. سلام. قربونت برم مامان. خب بچه‌ها اینم از بادمجونا که من از فرد در آوردم. ببینین داغ سرخ شده، نرمه و اوکی. میتونم الان با قاشق تست کنم. ببینین چقدر نرم شده. ببینین. خب پیازمو تقریبا پختن. من بهشون سیر اضافه میکنم. سیرم اضافه کردم و دارم تفتشون میدم. فکر کنم یکم دیگه آب بهشون اضافه کنم بد نباشه. راستی بچه ها من دارم رفت سفارش بدم. باید بعد این چیزا گذاشتم بپزه یکم دیگه آب اضافه کردم. کشکم سفارش بدم. خب حالا نوبت چیه؟ قرار شد من این چنگال بیارم. خب اینا تقریبا آماده. من الان وقتشه که بهشون زردچوبه، من یه قاشق زردچوبه بچه‌ها به کشف بادمجون زیاد زردچوبه اینا نزنین که قالب شه. میدونین چی میگم؟ یعنی برای کشف بادمجون من فکر میکنم، یعنی من ترجیحم اینه به عنوان یه آدم خوشخوراک، اینکه همیشه اون طعم بادمجون قالب باشه. خب من زردچوبه رو ریختم. یه کوچولو فلفل هم دوست ندارم طعمش قالب شه. یه کوچولو فلفل میزنم و پودر سیرامو، چون من طعم سیر رو خیلی دوست دارم. اینم از پودر سیر. نمیدونم، امیدوارم ببینیم چیکار میکنم. خب اینم از پودر سیر. بذار نشونتون بدم اینجوریه. خب حالا میخوام بهش چیز اضافه کنم. بچه گردو دل بخواهیه، میتونین گردو نزنید. من خیلی گردو دوست دارم. اینا رو مامان همینجوری آسیاب شده برام فرستاده، از ایران فرستاده. میتونین گردو خورد کنین درشته. برای چون من گردو آسیاب شده داشتم دیگه همین استفاده کردم. گردو رو استفاده میکنم، یکم تفتش میدم. و من همچنان آب اضافه میکنم بچه که پیازه قشنگتر بپزه. و کلا توی آشپزی وقتی که چند تا مواد پشت هم دارین، یعنی چند تا مواد هی با هم قاطی میکنین، سعی کنین مثلا بعد هر یکی دوتا موادی که اضافه میکنین یه کوچولو بهش آب بدین که مزه ها با هم قاطی شه. خیلی تاثیر داره ها. نعنا خشک رو اضافه میکنم. نعنا خشک من خیلی دوست دارم. ریختم. بذارین اول چک کنم ببینم که اندازه‌اش چقدره. خب نه دوست دارم بیشتر نعنا داشته باشه. خوابی ماو. خب این از مواد چیزمونه، سیر و پیاز و گردو و نعنا خشکمونه. من الان میخوام بادمجونا رو اضافه کنم. بچه از اینکه تصویر منو نداریم عذرخواهی میکنم، به خاطر کوچیک بودن آشپزخونه است. خب چقدر آب میخواد؟ در حدی که آب یکم بیاد بالای موادمون. الان بهتون نشون میدم. خب خون کم کم آب اضافه کنیم. چرا؟ که یه دفعه پر آب نشه. خب بچه ها اینم از مواد کشف بادمجون. درشو میذارم به مدت 1 رو 20 دقیقه که بپزه. بعد که پخت کشف بهش اضافه میکنیم. گذاشتم که بپزه. الانم میخوام برم کشف سفارش بدم. قربونتون برم. مرسی که تا اینجا بهم گوش دادین. دیگه همین زود برمیگردم. بچه ها اینم از بادمجونا که آمادن. میریم که کشکا رو اضافه کنیم. چون بخار داره
قشنگ فوکس نمیشه. خب من 3 تا قاشق کشک واسه کشکم رسید، آنلاین سفارش داده بودم، با یه لیوان آب جوش قاطی میکنم. بعد اون که کشک رو اضافه کردیم اون موقع نمکش رو تست میکنیم. خب من 1 دفعه اضافه میکنم دیگه، چون که ببین کشمون میزنم اینجا اشکال نداره، بعد همش میزنم قشنگ. حالا نوبت اینه که نمکش رو تست کنیم. خب یکم کم نمک بهش اضافه میکنم و میذارم یه رو مذاق قاطی شه، کشکم جا بیفته. فعلا کشک بادمجونه جذاب و خوشمزمون. خب رسیدیم به ته ویدیو. خیلی خوشحالم امروز من دنبال کردین. ممنون میشم که منو به دوستاتون معرفی کنین، نظرات پیشنهاداتتون رو بهم بدین و خلاصه این که دوستتون دارم. تو ویدیو بعدی میبینمتون.